بنده گفتن امانت بابا اسرائیل خدا خواهد بارشون تیار شدگی من پگاه یا فردا انشالله راه میبرم. کسایی که بروی معده 14 مثلا 3 کیلو 4 کیلو دارید یا تا 10 کیلو 15 کیلو زنگ زنید خب ممکن جا کنن انشالله. نمره کس نیست در زیر نوار میشه. سلام و درود به پایان به کل هموطنان همدیاران عزیز. امیدوارم که همه کس خوب و بردم باشید. خفا دیده چه گلای خوش رو برادر عزیز، این گلای همیشه خودم پرورش میکنم، برای بعد همینجا سیانکا کردم. این گلای خودم نگاهگویی میکنم، آبش میکنم. حالاتش خودی همین دیرکتوری همینجا باور میکنید. من برای چی شما با اینجا نبود کردم. همین دیرکتور نداشته باشد قریب 15-20 پویشنی دارد، پویشنی بخشش که ارنده میتید. من همین جوها قفای من به همین توچکای ارنده میتید و همین بایگرش نگاه نکرده همینجا خشابش خودش میکند و همین گلای خودش میشراند. من فقط آب میتیم، همین هوا گرم شود اگر چند روز موضوع بارون قریب 2 هفته شد یکترینبور بارون آبم ندادیم و همین خب بایگرش نگاه نکرده همینجا خودش نگاه بین میکند، گل میشراند مثل خاکسار آدم. همین بلند بالای هم رویم باید خاکسار باشیم، همین زمینی باشیم. برای همه در همینجا نبار کردن برادر عزیز. بعضی برادرها یک کمتر اگر پولشو بسیار شود یا رئیس چوند اگر خدا بنده گم میکنه. برای همه برادر عزیز همین مرد و آدمی که گذشته خودش فراموش نکند، هزار پولدار و مالدار هم باشد همون چیزکای پرتفته میروید همون دنیا با دست خالی. اسکندر مکیدانی دنیا ضبط کرد، بعد مردنش گفت که من دستامو در تابوت بیرون کنید بینن مردم که من هیچی نبردم. هزار بای هم باشیم خاکسار باید باشیم. خب بای زیستن زندگی کردن پیش که زپریشت نمیکنه، خوش رو زندگی کنیم. خب برادر عزیز فقط در فکر یک دیگر باشیم. همین هزار بای و دولت هم شدیم، فکر یک برادر ما، فکر یک خواهر ما، فکر یک هموطن ما، همدیار ما کنیم، در فکر یک دیگر باشیم. برادر عزیز کانال فکر شما همیشه در فکر شما هستیم، شما نیز در فکر ما باشید. در شهر یکترینبور کار داریم برادر عزیز، کارهای نرمالی پیدا کردیم. خب با دکومنت قبول میکند. خلیب زواد داریم تا 2000 خود یکترینبور با فاسوفکا داریم 1900. برادر عزیز خلیب زواد داریم در طرفای ولایرسکی رایون، جای خوبش و آدمایی که نو میبیان پاتنت با یاردم میکند. آدمای مثال دکومنت میکردگی باشن، دکومنت با یاردم میکند، بعد گشته پویستا پلاتون مینوس میکنند. بعد ریش خلیب داریم برادر عزیز 1600 جای خوبش کتی نشنای سمینه پیتانی بیپول. این چونین اویاکاس ما کار کاری شده است، زنگ شما رو انتظار هستیم. بنده گفتن امانت بابا اسرائیل خدا خواهد بارشون تیار شدگی من پگاه یا فردا انشالله راه میبرم. کسایی که بروی معده 14 مثلا 3 کیلو 4 کیلو دارید یا تا 10 کیلو 15 کیلو زنگ زنید خب ممکن جا کنن انشالله. نمره کس نیست در زیر نوار میشه. باقی در امان الله باشید، در فکر یک دیگر باشید.